ما حکومت سعودی را حکومت طاغوتی میدانیم، علمای درباری سعودی را ما علمای سوی درباری علمای سلطان میدانیم، بلکه اونها را علمای سوی درباری ما میدانیم. چطور امکان داره که امروز این اشخاص در صفحات مجازی میآیند، در هر گوشه و کنار اینها سفر میکنن و بدون کدام خوف و شب و روز تاخت و تاز میکنن علیه اهل علم. شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله شخصیت بزرگی است، یک گنجینه بزرگی است برای ما افغان ها. شب و روز خود را صرف دین کرد، در سلولهای زندان قرار گرفت، از طرف اهل شرک، اهل بدعت توهین و تحقیر شد. بالاتر از 50 کتاب را تألیف کرده، در مدارس کتاب‌های از او درس داده میشه. 6-7 سال خود در لیبیا گذراند، دوره فوق لیسانسش را از اوجا گرفت. در فقه، در اصول فقه لیسانسر است، او پوهنوال است. سبحان الله. و یک شخصی مجهول الهویه در رسانه می آید، نه نسبش معلوم است، اینجورین و اونجورین انتقاد میکنه علیه شیخ عبدالظاهر داعی حفظه الله. او باید با ما مناظره بکنه. تو کی هستی که با تو مناظره بکنه؟ اصلا مکالمه تلفن کردن به تو نارواست، چی بسا که مناظره بکنه. این کلیپایی که ساخته میشه و این عکسی تو را میندازن، بلی دمو شمول هستی و امثالت، تا که به طرف قرآن و سنت رجوع نکنین، اینمی حالت شما هست در هر جایی که بوده باشید.